اجره شیء. پروردگار به خاطر این شخصی افطار کننده، این جوان مرد، آنقدر ثواب می‌دهد که در همون مسجد چند نفر بودند. شما اگر 50 نفر افطار کنانیده با یک دانگی خرما، ثواب 50 روزه‌دار در نامه اعمال شما خدا می‌نویسد. نه اینکه از ثواب اونها کم شود. نه عزیزان، این تو نیست که ثواب روزه‌دارها مثلا 100% بود، شما که افطار کرده 10% کم کرده، شما دادید 90% باید نویسند. نه، اونا همون پر ثوابشان میگیرند، اما خدا از فضل خود برابر اونها شما ده ثواب میتید. من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له من الأجر مثل أجره من غیر ان ینتقص من اجره شیء. یا الله، ببینید این مکافات ببینید. اگر شما 20 روزدار افطار کنانه به 20 دانه خرما، ثواب 20 روزدار پره شما در نامه اعمالتان مییابه روز قیامت که از قبل خسته. وقتی که این بشارت این مکافات حضرت بیان کردند، در بین صحابه های رسول اکرم همه ثروتمند نبود. بودن کسانی که کمبغل بودن، بودن کسانی که همیشه به غذای نه خودشان و نه بچه هاشان نداشتن، مانند که امروز در بین ما خیلی بسیار است. ثانی کسی خست گفت که یا رسول الله لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. آخر همه ما این شرایط نداریم که از بازار بریم یک پشک خرما گیریم 2 صندوق بیاریم ما روزداران روزشان کشاییم. ما این شرایط نداریم. مگر ما از این ثواب محرومیم؟ مگر خدا برای ما ثواب افطار کننده ها را نصیب نمی کند؟ جناب پیغمبر که معلم بودند، مربی بودند، مهربان برای امت از پدر بودند که قرآن صفت میکند، بچی گفتند بعد که شبچن حضرت قبلگاهی آمدستیم. حضرت بچه گفتن برای تسلی دل کمبغل ها، برای تسلی دل فقیر ها، برای خرسند کردن دل نادارها چی گفتن؟ مانند ما باری می گفتن که خیر نداری نکن. نه، حضرت این تو دل نداشتن که او بیچاره را خاطر ششه غمگین سازد. چی گفتن؟ یعطی الله هذا الثواب على من فطر صائما ولو على مزقة لبن او تمرة او شربة ماء. حضرت گفتن برادر شما خفه نشوی، همین ثوابی که من وعده کردم خدا میدهد برای همون شخصی کمبغلی که برادر روزدار شه با یک دانه خرما افطار میکناند، یا با یک پیاله آب افطار میکناند، یا با یک پیاله شیر افطار میکناند. ببینید رسول اکرم در اینجا 3 نوع غذا را یادآور شدن، یکی خرما، یکی شیر، یکی آب. افطار هم باید به همین 3 شود. افضل ترین چیزی که باید شخصی روزدار افطار کند این خرما هست. رسول اکرم گفتن وقتی که یکی از شما افطار میکنه باید به خرما افطار کنه، زیرا که شیرینی در معده انسان در وقت گرسنگی خیلی فایده دارد. برای همین رسول اکرم توصیه خرما کردن. اگر رفت اینم به شما امکانیت نشد، حضرت گفتن به شیر افطار کنه. اگر او هم امکان نشد به آب سرد، این آب خنک افطار کنه. همین ثواب خدا به شما هم میتید. و من اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. این افطار معناش دهان کشادن است.
معناش روزه رو کشادن، سیر کنانیدن نه، نفس آرام کناندن نه. او را عرب ها اشباع میگوین، سیر کنانیدن. خوب ماننده که من در ماه رمضان بعض برادران ما هستند که 20 نفر 15 نفر در خانهشان بعد از شام ضیافت میدهند، از انواع گوناگون طعام ها، میوگی ها، شیرینی ها، این اشباع میگویند. حضرت بچه گفتن برای اینها و هر کسی که روزدار آدم سیر میکناند، یعنی با یک کاسه شربای مستاوای آش پلو است و او را نفس آرام میسازد، خاطرش جمع میکند، خیالش از گرسنگی میبرد. سقاه الله من حوضی شربتا. پروردگار برای این مسلمان جوان مرد، برای این مسلمان سخاوت پیشه، روز قیامت که از قبر میخیزد، در آن روز سخت دهشتناک آفتاب قدی نیزه به زمین نزدیک میشود، از حرارت آن زمین سرخ میشود، اما افسوس آن روز مرگ نیست دیگر. آن روز که زبان بر دهان خشک میگردد. حضرت بچه گفتند سقاه الله من حوض شربتا، مکافات استی برای این شخص افطار کننده. پروردگار از حوض کوثر من، از نهر کوثر که پروردگار برای حبیبش این حوض وعده کرده است، در عوض این رنج رسالت، در عوض از بین رفتن فرزندانشان، در عوض طعنه دشمنان اسلام، خدا گفت ای حبیب من انا اعطیناک الکوثر، از این طعنه این لعنتی ها محزون نشو، من به تو در جنت نهر دادم که نامش کوثر است که تو و امتی تو از آن می نوشی. از همین نهر آب می نوشد که تا در آمدن جنت، که در این مدت که در بعض روایات 30,000 سال، در بعض 50,000 سال ادامه می یابد روز قیامت، در این 50,000 سال دیگر تشنگی را حس نمی کند. بنابر افطار عزیزان من ثواب است. هر کسی که ثروتمند است، میان حال است، خوب میشد که برادران مسلمانش افطار کناند. اما اگر فقیر و کمبغل است، همون فرزندان خود افطار کناند، یعنی برای همون بچه و دختراش که روزدار هستند شرایط خوبی افطار مهیا کند، این هم همون ثواب میگیرد. حضرت بچه گفتن فاستكثروا فيه من 4 خصال. در ماه مبارک رمضان شما 4 کار بسیار کنید. در ماه رمضان 4 وظیفه حضرت گفت من به شما می سپارم، شما این 4 وظیفه را اجرا کنید. خصلتان ترضون بهما ربکم و خصلتان لا غناء بكم عنهما. حضرت گفتند 2 وظیفه او، اینه 2 کار است که 2 خصلت است که شما اگر انجام دهید پروردگار از شما راضی می شود، خدای بزرگ از خود خوشنود می گردانید. و 2 وظیفه که و 2 خصلت که شما محتاج او هسته، شما باید حتما او را پرسان باشه، جستجو کنه، شما از وی بی نیاز نیستید. و این 4 کدام است نکنون؟ حضرت فرمودند اما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم، اما او 2 خصلته که شما به او خدای خود راضی میکنید، لا اله الا الله محمد